پروردگار گفت الستو بربکم، آیا من پروردگار شما، آفریدگار شما، خلق کننده شما، خدای شما، صاحب شما نیستم؟ وقتی خداوند این عهد از ما پرسید، همه انسانیت، کافر و مسلمان، یعنی دیندار و بیدین، همه به یک زبان اقرار کردند که بلا انت ربنا و رب العالمین. تمام انسانیت گفتن که بله ای پروردگار، تو پروردگار ما و پروردگار تمام عالمیان هستی. خداوند این عهدنامه را از ما گرفت و ما عهد کرد که آیا شما من بندگی میکنه، عبادت میکنه، به گفته من زندگی میکنه؟ همه ما دست دادیم و امضا کردیم، گفتیم بلا آره ما تو را بندگی، ما بنده تو هستیم، ما غیر از تو دیگر خالق و آفریدگار نداریم، تنها تو هستی. خداوند گفت آیا که از هر چیزی من شما را معن داشتم نهی کردم باز می ایسته؟ همه گفتیم بلا آره. گفتیم ای پروردگار از هر چیزی که ما را نهی کردیم معن داشتی ما خودداری میکنیم، خود را دور میگیریم و پروردگار عهد کردیم. وقتی که به دنیا را آمدیم اون عهدنامه‌ای که خداوند از ما گرفت امروز ما را سنجش میکنه. به سبب این غریبی ها، به سبب این رنج و مشقتی ها، به سبب این سوختار مسجدمون، مدت زیادی بود که نه پروای جای نماز داشتیم نه پروای مسجد داشتیم، چون که آباد بود. اما وقتی که سوخت ببین چقدر پریشان شدیم. روز در یک جا نماز جمعه میخونیم، روز در جای دیگر میخونیم، روز الحمدلله هوا هست اینجا نماز میخونیم. این امتحان و سنجش خدا هست. اما یک گروهی مردم اون عهدی که با خدا بسته بودن وقتی که به دنیا آمدن و عهد شکستن. و تعبیر مولانا میگه دنیا طلبان ز حرص مستند و همه، موسی کش و فرعون پرستند و همه، آن عهدی که با خدا بستند و همه، از بحر دیرم جمله شکستند و همه. شخصیت هایی که فقط دنیا دیدن، شخصیت هایی که فقط حیات دنیا را اختیار کردن، اونها عهد خدا را شکستگی هستند. اون عهدی که خدا را گفتن بله ای پروردگار ما تو را بنده، ما بنده تو هستیم، آفریدگار ما، خالق ما، صاحب ما، مولای ما تو هستی. اما وقتی با دنیا را آمدن عهد خدا را شکستن، دنیا دیدن، دنیا پرست شدن، شیطان پرست شدن، سردار پرست شدن، خدا پرستی را رها کردن. اما ما و شما بنده هایی که دعوا داریم که ما بنده خداییم، استعوذ بالله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شخصیت های میگویند که رب ما الله است و به گفته الله زندگی میکنند، این جمله مردم خداوند سنجش میکنه، امتحان میگیره که در این دعوایی که ما بنده خدا هستیم آیا استوار هستن یا نیستن. مولانا یک جمله زیبا داره میگه آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمه با بندگان. خدا حق داره که من و شما را امتحان کنه. ما در یک کارخانه کار داخل میشویم ما را امتحان میگیرن، ما در یک دانشگاه میخوانیم وقتی دیپلم گرفتن ما را امتحان میگیرن. خدا هم حق داره که ما را امتحان بگیره. در این دعوایی که ما بنده خداییم، من مؤمنم، من مسلمان هستم، خدا حق داره که من و شما را امتحان کنه. آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمه با بندگان. تا به ما را نماید آشکار، که چی داریم از حقیقت در سرار. خداوند ما را سنجش میکنه تا که در سینه های ما، در دل های ما چی داریم؟ ایمان محققی و واقعی است یا اینکه ایمان دروغی است، ایمان یعنی زبانی هست. خدا حق داره برای امتحان کردن بنداش. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، از همه امتحان و سنجشی سخت خداوند از پیغمبرها میگیره. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پیغمبر بزرگوار میگه از همه سختترین بلا، از همه زیادترین مشقت، از همه امتحان سختترین به بالای پیغمبرهای خدا را میآید. از همه زیادتر انبیای خدا رنج آزار دیدن،
هستی مولانا یک جمله داره میگه بلای سعد دون بر انبیا شد، پس از ایشان نصیب اولیا شد. از همه رنج زیاد، از همه مشقت زیاد پیغمبرای خدا دیدن. بعد از انبیا دوستای خدا، کسی که در راه خدا برآمد. به آدم ناله این ظلمنا، نگر نوحش به نوحه موج دریا. حضرت آدم علیه السلام وقتی که یعنی در جنت جنایت کرد، گناه کرد، خطا کرد، 40 سال ناله کرد، 40 سال گریه کرد. بعد از 40 سال گریه کردن خداوند گناهش بخشید. این امتحان و سنجش خدا در بالاش بود. حضرت نوح علیه السلام وقتی که طوفان یعنی درون کشتی ماند، 6 ماه عذاب کشید در درون کشتیش. تمام انبیای خدا یعنی که در راه امتحان، جناب پیغمبر تمام پیغمبرها را خداوند سخت‌ترین امتحان و سنجش گرفته. بعد از پیغمبرها من و شما برادران عزیز، شخصیت هایی که دعوای بندگی خدا میکنیم، خداوند ما را امتحان میگیره. یعنی غریب مون کرد است. ببین از اهل و پید جدا، از پدر و مادر جدا، از زن و فرزند جدا، از یک جانب طعنه میشنوی، از یک جانب آزار میبینی، از یک جانب جای کار نمیابی، از یک جانب گرسنه میمانی، تشنه میمانی، به جای خواب میمانی. امتحان و سنجش خدا هست برادر عزیز بزرگوار. این مشقته که، این سوختاره که، این مصیبت جانسوزه که امروز به بالای ما را آمده است، یعنی سوختاری ما، این هم امتحان و سنجش خدا هست. خداوند در این سوختار دارنده های ما را سنجش میکنه. انسان هایی که شرایط دارند، توانایی دارند، اونها را سنجش میکنه. برادر عزیز بزرگوار، برای خانه دنیا گرفتن میره 1 میلیون از بانک کردیت میگیری. خدا تو را سنجش داره که برای خانه او چی غیرت نشان میدی، چی همت بلندی نشان میدی. امتحان و سنجش باید که حرکت کردن در کار، که انسان از امتحان و سنجش خدا رو سفید برایه. در محبت هر کسی دعوا کند، 100,000 امتحان برپا کند. کسی دعوای محبت و دوستی الله کرد، خداوند را سنجشش میکنه، امتحانش میگیره. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. بنده حقیقی خدا باشه، این رنج و مشقت به گردن میگیره، اثر میگذرانه. اما اگر بنده دروغی باشه، چیکار میکنه؟ میگریزه از بلا. امتحان و سنجش خدا را یعنی که رو سفید نمیبره. و همین خاطر ما و شما برادران عزیز و بزرگوار حرکت داشته باشیم که در لحظه های زندگیمون خیلی هوشیار و بیدار باشیم. ما به ایمانداریمون فریب نخوریم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکشان است که بسیاری مردمی هستند که به دنیا را به ایمان می آیند، یعنی مؤمن تولد می شوند، مؤمن زندگی می کنند و آخر از دنیا به ایمان می روند. نعوذ بالله، پناه به خدا. خیلی جای خطر است. با ایمانداریت مغرور نشو، فریب نخور. این ایمانداریه که امروز ضعیف الایمان هستی، در عبادت سست هستی، در بندگی خدا تنبل هستی، با این فریب نخور برادر عزیز. پیغمبر بزرگوار میگه بسیاری مردم با ایمان تولد میشوند، با ایمان زندگی میکنند و آخر از دنیا به ایمان میروند. چون که در دنیا قدر ایمان ندانستند، عبادت اونها خودنمایی بود. آخر وقتی قبض جان، وقتی نزع جان، شیطان با یک کاسه آب اونها را فریب میدهد، گوهر ایمان از دست میدهند، از دنیا به ایمان میروند. اما بسیار انسانی است که به دنیا را به ایمان میآید، به ایمان زندگی میکنه، آخر خدا هدایتش میکنه، کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته، از دنیا با ایمان میرود. و همین خاطر ما و شما هم برادران عزیز با ایمانداریمون مغرور نشویم، فریب نخوریم و این را فراموش نکنیم که تمام لحظه عمر ما لحظه امتحان و سنجش خدا هست. عزیزای خدا یک مقاله دارن، میگن پروردگار بنده را در حیاتش در یک کار امتحان میگیره، سنجش میکنه، یگان انسان نمیدانه که همون کارش کدام کار است. برای همین در تمام کارمون، در تمام لحظه‌مون ما باید هوشیار باشیم.